رفقا چطورین؟ میخوایم بریم به سال 2022. بریم بازی زیر 18 سال اسنوکر. یه نماینده داریم، بریم بازیشو ببینیم، نقد و بررسی بکنیم. کسی نیست جز شاهین سبزی عزیز. 2 بار باش بازی کردم، ویدیوهاشو دیدین تو کانال من. و بریم ببینیم که توی مسابقات اون موقع که زیر 18 سال بوده چه اتفاقاتی توی مسابقات افتاده. با من همراه باشید. نکته که بعد به شما بگم، خب اینجا شاهین عزیز زیر 18 سال بوده توی مرحله گروهی. نفهمیدم مسابقه تو مجارستان کجاست این مسابقه، اما بریم که چه اتفاقی میفته. بازی هم مرحله گروهیشم که گفتم و با شخصی به نام استیون وار، نمیتونم بخونم، استیون رو بخونیم و بریم که سطح بازی در چه سطحی بوده. و اینم توجه بکنین زیر 18 سال هستش و همین دیگه. با لایک و کامنت و سابسکرایب حمایت بکنیم ببینیم که چه اتفاقاتی رقم میخوره. این هم از اون مسابقاتی بود که از سال پیش جا مونده بود. گفتیم دیگه امسال هیچ بازی رو، یعنی همه بازی که از قدیم مونده رو همه رو بذاریم توی کانال آپلود بکنیم. شما هم حمایت بکنیم که هم تنوع باشه، همین که ببینیم دنیا راست کیه دیگه، اینطوری بگم بهتره. اینجا ترجیح میده که توپو پات نکنه و زیر دست بازیکن رو خراب بکنه و ترانه خودش هم جالبه که مسابقه رسمی جهانی، بچه اسم مسابقاتش زیر نظر IBSF، مسابقات ورلد چمپیونشیپ، زیر 18 ساله. فقط من نفهمیدم چرا بازیکن جلیقه نداره، اینو متوجه نشدم، چون مسابقه کاملا رسمیه و نمیدونم، نظری ندارم و بعد ببینیم که چه اتفاقی توی این بازی رقم میخوره. نکته که هست، حالا فعلا اتفاقی تو بازی نیفتاده، من حواسم شیشتانگ به بازی هست. ورزش اسنوکر رو دارم میگم، با بیلیارد فرق میکنه. ورزش اسنوکر سن داره، شما باید تو یک سن مناسب پیشرفت بکنید و وارد این عرصه بشین در مرحله حرفه‌ای. یه نکته دیگه، اگر که واقعا این بازی رو دوست داری، اگر واقعا به این بازی علاقه داری، اگر خفن ترین بازیکن ایران هم هستی، اما تو یک بگم ماتریکس بگم بهتره، ماتریکس باشگاهتون گیر کردی، بدون که همیشه تو درجا میزنی. یعنی چی؟ یعنی که من این عدد بازیکن میشناسم گیر کردن توی باشگاه. یعنی چی؟ یعنی که آقا تو اون باشگاه هستی، اصلا از اون باشگاه بیرون نمیره. بعدم مثلا دیگه چون از همه بیشتر بازی میگه، چه لانگ شات خوبی، بیشتر تو باشگاه بیشتر بازی میکنه، بازیش هم نسبتا قاعدتا از همه بهتر میشه و یه جورایی بگیم ریاست میکنه، بگیم آقایی میکنه، چی بگم، از اون باشگاه بیرون نمیره دیگه، جاش امنه، از اون محدوده امن خودش خارج نمیشه. این بازیکن هیچ چی نمیشه. یه من بپرس، این بازیکن هیچ چی نمیشه. هر موقع توی باشگاه دارید بازی میکنه، تو اون ماتریکس باشگاهتون گیر کردین و وجود اینو ندارین که از باشگاهتون برید بیرون، مسابقه بدید، پیشرفت بکنید، اصلا مهم نیست چه باشگاهی میرید، فقط از اون باشگاه بزنید بیرون و برید یه جای دیگه. یعنی چی؟ منظورم چیه؟ آقا هر هفته مثال دارم بگم، من باشگاه A بازی میکنم، همش هم تو باشگاه A هم خوبه، مسابقه میشه یه هفته باشگاه A باش، هفته بعد باشگاه B باش، هفته بعدش باشگاه C باش، هفته بعدش باشگاه D باش. آقا دیگه تو اون شهری که دارین زندگی میکنین 4 تا دونه باشگاه داره دیگه، تو اون 4 تا دونه باشگاه بچرخ. نمیگم شهرت عوض کن که اینا همه هزینه بره، بچرخ، بذار برید تو دو تا باشگاه دیگه همچین بزنن نابودت بکنن، بزنن پودرت بکنن
که بهت بر بخوره، بازی تو قوی تر کنی، تمرین تو بیشتر کنی. این که میمونه توی باشگاه شاهکار نیستش که اصلا تو با هر نوبت 100 بزن، به درد نمیخوره. بریم سراغ بازی. 26 امتیاز شاهین اینجا امتیاز کسب کرده. امیدوارم این مطالبی که میگم به درتون بخوره، اونایی که میخوان پیشرفت بکنن، چون همه این کارا رو به قول من خودم تست کردم، رو بازیکن‌های دیگه دیدم، تجربه‌ام دیگه دارم به شما میگم دیگه. مثلا اون موقعی که من سنم خیلی پایین تر بود دقیقا هیچ کس به من نگفته بود این موضوع رو، ولی خودم به این موضوع رسیدم که توی باشگاه نمون، چون هم میرفتم باشگاه دیگه با بازیکن‌های نامی بازی میکردم. برد و باختش مهم نبود، مهم این بود که اون ترسه بریزه، حد خودم رو بدونم. اینکه تو اون باشگاه باورتون میشه من توی باشگاهی که بودم خیلی هم بازیکن خوبی بود، من داشتم تمرین میکردم، سن کم کلا سن کم، مثلا به این در این حد بگم مثلا 30 روز ماه رمضان ما مسابقه گذاشتیم، اینو فکر گفتم 29 یا 28 شبش من اول میشدم. برای همین دیدم من دارم اشتباه میکنم. اونجا دیگه کسی نیست که تمرین بکنه، من باید برم با بازیکنه که تمرین دارن بازی بکنم. اگه من میخوای بدیم موضوع مال کیه، موضوع مال تایمیه که هایبره که ایران 20 امتیاز 30 امتیاز بوده ها. هایبره که ایران یعنی 20 تا میزدید با میسادم باید عکس بگیرم. بریم به سراغ بازی ببینیم که چه اتفاقی رقم میخوره. تو فریم اول 55 امتیاز شاهین تونست امتیاز کسب بکنه و بازیکن با استایلی میبینم استیونو، ولی فریم اول حالا نمیشه زیاد چه بقول نظر خاصی داد. خوبم ضربه میزنه به کیوبال، استایل خوبی داره واسه ضربه زدن به کیوبال. 27 تا از 55 امتیازی که از شاهین عقب هستش رو جبران میکنه. بعد اگه میخواین تو این ورزش پیشرفت کنین، ظرف چطوری بگم شخصیتی، کاراکتر شخصیتی، یا بگم ظرف انگیزتون باید بزرگ باشه. یعنی شما برای قهرمانی آسیا بجنگید، تهش نهایت قهرمان کشور میشید. شما واسه جهانی بجنگید که قهرمان آسیا بشی. یعنی هر موقع بخوای این کارو بکنی یه لول باید بالاتر نظر بگیری. میخوای قهرمان استانتون بشی، باید برای قهرمان کشوری تمرین بکنی. این قانونه. حالا همه ورزش‌ها همینه. حالا ما اسنوکر رو چون تجربهشو داریم دارم میگم. سی و یکی از 55 تا رو داره جبران میکنه استیون. ببینیم شاهین چه عمل کردی میتونه داشته باشه توی این مسابقات. مطمئنا خیلی ها توی این مسابقات رو ندیدین و ما به عنوان این رسانه، کلمه غلطی برای ما، برای کانال اسنوکر شو بیلیارد شو، رسانه باید کسیه که خبر میده. ما با هم دیگه نشستیم اینجا عشق و حال میکنیم، نشستیم بیلیارد میبینیم، اسنوکر میبینیم، کیف میکنیم. تو باعث افتخار برای منم هست که شما اینجا رو انتخاب میکنید. تو خیر از اینجا که جای دیگه ای نیست، ولی همین که باز هم نگاه میکنه برای من باعث افتخاره. نمیزنه فریم رو چرا من اسم شاهین تو دهنم نمیچرخه؟ شاهین میبره. داریم با هم دیگه خوش میگذرونیم
تمام تلاشمو میکنم تایمی که با هم دیگه هستیم بهتون خوش بگذره و اگر نکته‌ای هستش جون نداره و الا ضربه خوبی بود. استفاده بکنید دیگه. به کسی هم که بازیشون، سوادشون، علمشون از منم بیشتره که ما کوچیک همه هم هستیم. استیونو ببین از زیر بان چی میزنه، همون کاری که شاهین باش کرد و همون کارو با شاهین میکنه. اینجا نمیدونم شاهین چند سالشه ولی فکر کنم همون 17 18 سالشه. قاعدتا نوشته زیر 18 سال، باید مثلا 16 17 سالش باشه. من چون اینجا با خود شاهین صحبت کردم خودش بهم گفت فکر کنم مجارستان. حالا من مطمئن نیستم، اگر میدونید حتما برام بنویسید. اینجا یه ضربه دبل میزنه. دارم نسبت به الان نگاه میکنم شاهینا خیلی استایل ضربه زدنش تغییر کرده. حتی تغییر میکنه آدم قاعدتا درجه نمیزنن که. جالبه بدونید که میخوام بگم که هیچ وقت فکر نکنید بهترین چجوری بگم بهترین حالتتون هستین. بهترین مثال میتونم حسین رو براتون مثال بزنم. طرف قهرمان جهان شد. اوکی، یعنی با همون استایل ضربه زدن و همون مدل ضربه زدن قهرمان جهان شد، ولی رفت تو تور حرفه‌ای، استایل دست ضربه زدنش، گریپش، همه چیش تغییر کرد. این در واقع لول آپ کرد. چرا میگیم لول آپ؟ نتیجه به ما میگه لول آپ شده. یعنی اگه الان مثلا چون تور حرفه‌ای حذف میشد یا چون هنوز مثلا رو رنک 80 90 بود، خاطر هیچ لول اپی صورت نگرفته دیگه. همون بازیکن داره همونجا میچرخه. ولی وقتی میبینیم بازیکن پیشرفت میکنه یعنی لول اپ درست انجام شده. یه ضربه میزنه، چه شانسی هم میاره توپ نمیده به شاهین. این در مورد سن. خیلی که سنشون کمه بازیشون خوبه انقدر دیدم باورتون نمیشه. یعنی همش میگم حیف دیگه، همیشه هم بهشون گفتم ولی بازیکن بعد نه چطوری باید بگم درک کنه این موضوع رو. گول سنتون هم نخورید کسایی که بازیتون خوبه. یعنی چی؟ یعنی که فکر نکن الان سنت کمه همیشه همین قدی میمونی. هر یه روزی که داره از عمرت میگذره تو داری فاصله میگیری. همین راحتی که دارم بهت میگم. گول سنتون رو نخورید اگر کمه. اینجا یه ضربه فلوک و شانسی و چاشنی الهی به امید. نه این الهی به امید تو مددی نبود، به خاطر اینکه اومد سیف کنه توپ افتاد. اینا فرق میکنه. خلاصه اگه گل سنتون رو نخورید و اگر سنتون کمه بازیتون خوبه تلاشتون رو بیشتر بکنید. اصلا هم فکر نکنید که فرصت دارید. هیچ فرصتی ندارید. فقط باید تمرین بکنید، از تایم سنیتون استفاده بکنید، چشم هم بزنید. یا ببینید شده 25 30 سالتون و دیگه برای اسنوکر سن خوبی نیست. سن خوبی نیست. میگید چطور؟ برو چیزو ببین. برو ببین سالیوان تو چند سالگی قهرمان یوکی چمپیونز شده یا قهرمان مسترز شده. بله قاعدتا جواب داره، اون انگلیسه فلان و بیسانه لبل دیگه، جبر جغرافیاست دیگه اونو که دیگه نمیتونی کارش بکنی که. ولی میتونی با تلاش بیشتر این مشکلات رو حل بکنی. بریم تو دل بازی ببینیم که چه اتفاقی داره میفته. شاهین 32 امتیاز تو فریم دوم کسب کرده و بازی داره به صورت سیف میگذره.
یه لانگ شات رو تست میکنه. هیچ اتفاقی نمیافته. نمیدونه آیا به نظرم فکر نمی کنم میخواست کنون بکنه. کنون 7 به دردش نمیخوره که. ولی در هر صورت بعدم نشد کنونه، تونست اینجا قرمز رو بزنه. باریکلا، یه لانگ شات خوب، یه لانگ شات خوب. و یه نکته که تو همین سن داره شاهین، توجه بکنید به ضربه زدنش توی مرحله پاز. خیلی نکته مهمیه، اصلا این نکته طلاییه. پاز توی ضربه طلاست. یعنی تو اون ضربه که پاز میکنید و میخواید که بک سوینگ صورت بگیره و برید تو مرحله پاز و چوبتون رو دقیقا روی یک لاین ببرید جلو، اصل قصه همونه. که از خفن ترین کسایی که این کار رو انجام میداد استیفن لی بود. پسر چقدر کیوینگ دست این خفن بود، مگه میشه همچین چیزی؟ تو چوب اونقدر بکشی عقب، انقدر میکشید عقب که چوب میومد روی قشنگ روی شست و دستش قرار میگیره و چه بسا ردم میکرد، ولی چوب صاف میوردش جلو. استیون تا اینجا نشون نداد بازیکن خوش استایلی بود، خوب ضربه میزد، ولی تا اینجا حریف شاهین نشده. رفقا با لایک و کامنت و سابسکرایب و دونیت حمایت بکنید تا کلی کیف کنیم با هم دیگه. عذرخواهی میکنم. خب اینجا 4 تا به قول خودم تک و 7 میزنه. استیون ریخ به هم، پاچید در واقع، چون یه فریم دیگه ببازه بازی رو واگذار کرده تو مرحله گروهی و شاهین بازی خوبی رو به نمایش گذاشته تو این بازی. درسته بریک خاصی ازش ندیدیم اما خوبه. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم این اولین باری بوده که شاهین مسابقه بین المللی شرکت کرده. نمیزنه. 65 تا. ببینیم استیون یه کاری میکنه، میز دیگه باز، شرایط مناسب. 65 تا عقبه. این چیه پسر؟ این چیه؟ نه پاچید. بچه پاچید به هم دیگه. و توقعمون هم نگاه بکنیم. هر موقع خواستیم قضاوت بکنیم سناشون رو نگاه بکنیم، همشون زیر 18 سالن و هم سطح توقع برکمون، توقع بازیمون باید درست باشه. چه لانگ پاتی میزنه. چه لانگ پات خوبی. به به. بله اینجا باید بگیم بازی رو شاهین برد و به مرحله بعد صعود کردش. سبز، قهوه‌ای، آبی. بله
باریکلا. اوه 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 اوه، چه پنج به صورتی کشید. باریکلا. صورتی. اینم از توپه. اشکی. باریکلا. خب رفقا، اینم بود از بازی زیر 18 سال. فکر نمی کنم تا حالا تو کانال همچین مسابقه ای رو پوشش داده باشیم و اینکه منتظر بازی بعد باشین. امیدوارم با لایک، کامنت، سابسکرایب حمایت بکنین. ما با قول معروف تو اون سالهایی که بازی کردیم این اتفاقات برامون نیفتاد، نشد که بیفته، همچین چیزی نبوده. من همیشه گفتم که من اگر دارم بازی بچه‌ها رو پوشش میدم خلایی بوده که تو تایم خودمون بوده و دوست دارم که این کار رو انجام بدم. امیدوارم که شما بچه‌ها حمایت بکنید، بچه‌های با استعداد، و خودتون هم اگر بیننده این برنامه هستی و استعداد هستی قدر خودتو بدون و خیلی تلاش بکن و ما به عنوان یک رسانه سعی می‌کنیم که بازی زیبای شما رو به نمایش بذاریم. امیدوارم که از این ویدیو هم لذت برده باشیم و لایک، کامنت، سابسکرایب حمایت بکنید. دوستتون دارم. تا یه شب دیگه یه ویدیو دیگه. فعلا خیلی چاکریم. عکس هایی که دارین مشاهده میکنید خدماتی هستش که میتونید از بیلیارد شو دریافت بکنید. پکیج آموزش تصویری بیلیارد و اسنوکر، شرکت در کلاس های حضوری و در آخر فروش کلیه لوازم جانبی بیلیارد و اسنوکر. لینک کلیه موارد توی دیسکریپشن موجود هستش.